در وکالتنامه‌ای که توی ایران صادر میشه یه قسمتی هست که شما به وکیلتون اجازه میدید که به نام خودش یا به نام هر شخص دیگری اون مال رو منتقل بکنه، ولی توی ترکیه این موضوع امکان پذیر نیست. یعنی اگر توی وکالتنامه‌ای نوشته شده باشه که وکیل میتونه به نام خودش یا به نام هر شخص دیگری این مال رو منتقل بکنه، اولا نوترها توی ترکیه این رو نمی نویسن، ثانیا هم اگر نوشته باشه اون شخص وکیل نمیتونه به نام خودش منتقل بکنه طبق عرفی که در ترکیه است. من هیچ مورد قانونی برای این موضوع ندیدم، ولی در ترکیه میگن که نه، وکیل نمیتونه برای خودش کار انجام بده، باید برای موکل و شخص سوم دیگری این کار رو انجام بده. بنابراین اگر به کسی وکالت میدید یا وکالت میگیرید که فکر میکنید که اگر نوشته باشه به نام خودش میتونه منتقل بکنه و این کار امکان پذیره، نه، اینطور نیست. روز خوش.